ایران سرزمینی منحصر به فرد با تمدنی به وسعت تاریخ که هر گوشه‌ای از آن هزاران داستان برای گفتن دارد. سلام همراهان عزیزم، امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون پر از شادی و مهر باشه. از اینکه این کانال رو برای تماشا انتخاب کردین ازتون متشکرم. سفر امروزمون به شهر شیراز، شهر گل و بلبل، شهر درختان نارنج، شهر حافظ و سعدی و شهر شعر و ادب و تاریخ است. زیبایی های شهر شیراز رو نمیشه در قالب یک فیلم به نمایش گذاشت. در این ویدیو یه تصویر کلی و کوتاه از گوشه‌ای از زیبایی های شهر شیراز رو به تصویر کشیدم که تقدیم حضورتون میکنم، ولی به صورت مفصل در مورد بیشتر جاذبه های گردشگری این شهر ویدیوهای جداگانه تهیه کردم که در هفته های آتی خدمتتون ارائه میدم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. پاسارگاد مجموعی از سازه‌های باستانی برجای مانده از دوران هخامنشی است که در شهرستان پاسارگاد استان فارس قرار دارد. این مجموعه شامل آرامگاه کوروش کبیر، باغ پادشاهی پاسارگاد، کاخ دروازه، پل، کاخ بار عام، کاخ اختصاصی، آرامگاه کمبوجیه و بسیاری دیگر از سازه‌های باستانی هست که این مجموعه در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. نقش رستم محوطه باستانی در زنگی‌آباد در شمال شهر مرودشت و در فاصله 6 کیلومتری از تخت جمشید قرار دارد. این محوطه باستانی یادمان‌هایی از ایلامیان، هخامنشیان و ساسانیان رو در خود جای داده است. آرامگاه 4 تن از شاهنشاهان هخامنشی نقش برجسته‌هایی از وقایع مهم دوران ساسانیان و کعبه زرتشت در این مکان قرار گرفته است. تخت جمشید مجموعی از چند کاخ تو در تو در کنار دشت مرودشت قرار داره. در طی سالیان پیوسته پایتخت تشریفاتی شاهنشاهی هخامنشیان بوده است. نزدیک به 200 سال آباد بوده. متاسفانه در 330 سال پیش از میلاد حضرت مسیح اسکندر مقدونی به ایران یورش میاره و تخت جمشید رو به آتش میکشه. با این حال ویرانه های این مکان هنوز پابرجاست. این مکان یکی از آثار ثبت شده ایران در یونسکو می باشد. دروازه قرآن شیراز یکی از دروازه‌های به جای مانده از دوران قدیم در شیراز هست که بازسازی شده و به عنوان یکی از آثار تاریخی این شهر به حساب میاد و در شمال شهر شیراز قرار داره.
ارگ کریم خان زند در مرکز شهر شیراز قرار داره. این ارگ در زمان سلطنت سلسله زندیه ساخته شده و پس از انتخاب شهر شیراز به عنوان پایتخت از طرف کریم خان زند، ایشون این مکان و محل زندگی خودشون قرار دادن و از آن پس به ارگ کریم خانی معروف شد. حافظیه محل خاکسپاری حافظ شیرازی، شاعر بلندآوازه ایران هست که به فرمان رضاشاه و بر پایه طرحی از آندره گودار طراحی و بازسازی شده است. آرامگاه سعدی معروف به سعدیه مکان خاکسپاری شاعر پارسیگوی ایران هست. این اثر توسط محسن فروغی طراحی شده. این آرامگاه در انتهای خیابان بوستان و کنار باغ دلگشا قرار دارد. مجموعه وکیل شیراز که شامل ارگ کریم خان زند، بازار وکیل، حمام وکیل، آبانبار و مسجد هست که به فرمان کریم خان زند در سال 1172 الی 1193 هجری قمری ساخته شده و اکنون در مرکز شهر شیراز شرق میدان شهدا قرار دارد. بازار طویل و خوشتر، بافت معماری و سنتی مسجد وکیل، پیشرفته ترین اصول معماری در حمام وکیل این مجموعه رو به یکی از زیباترین و مهمترین مراکز گردشگری شهر شیراز در ایران درآورده است.
خانه قوام در دوره قاجار محل اقامت حاکم شیراز بود. لقب نارنجستان هم از درختان نارنج حیات این عمارت نشأت گرفته است. باغ نارنجستان در قسمت شرقی انتهای خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است. باغ ارم یک باغ ایرانی است و نمونه‌ای از یک باغ کشک به حساب میاد که به واسطه درختان مرکبات، خیابان طویل با سروهای باشکوه در بین گردشگران از محبوبیت خاصی برخوردار هست. مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شهر شیراز هست. این مسجد در محله
گود اوربان یا همان محله اسحق بیگ واقع شده. این مسجد یکی از آثار ملی ایران هست. خانه زینت الملک از زیباترین و مشهورترین خانه های شیرازه که هر سال گردشگران بسیاری از آن دیدن می کنند. خانه‌ای که قدمتش به دوره قاجار باز می گرده و در واقع بخشی از اندرونی نارنجستان قوام به شمار میاد. موزه مفاخر و تندیس‌های بزرگان شیراز در زیرزمین این خانه برپاست.
باغ عفیف‌آباد یا همان گلشن سابق یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی شهر شیراز هست که در دوران صفویه از باغ‌های مهم و گردشگاه پادشاهان اون دوره بوده است. باغ عفیف‌آباد یا گلشن سابق از آثار ملی ایران هست. باغ دلگشا باغی مربوط به دوره ساسانیان، صفویه و قاجار هست که در شهر شیراز قرار دارد. یکی از آثار ملی ایران هست. این باغ در نزدیکی آرامگاه سعدی قرار گرفته.